که در امسال یک آفت از حساب احساس منفی می شود. بگذار هر هموطن ما احساس منفی خود را برطرف کند، احساس خود را زیر نظارت گیرد، چون که نوابسته از ستاره ها هم انسانی که همین قوای نیروی خود را سم داد آنها اداره کرده توانست سبب بردباری ها و پیشروی ها در آن دولت در آن ملت می شود. اما اگر این سال این قوه را به دست گیریم و این قوه را برای سازندگی روانه سازیم، ما 5 سال پیش از وقتی که باید انکشاف میاد از آن میگذریم. یک جان تشکر. محمود کبیری بودن، روحشناس، هم صحبت نخستین ما در برنامه پیوند. برنامه ما ادامه دارد.